بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خدای عزوجل در سوره عادیات آیت‌های ششم و هفتم می‌فرماید: به نام خدای بخشاینده مهربان، به درستی که آدمی به پروردگار خود ناسپاس است و به درستی که آدمی بر ناسپاسی خود آگاه است. دکتر علم طب کارل اپیتز در کتاب خود با نام طب در قرآن در صفحه های 54، 82 و 83 چنین می نویسد: در قرآن کریم معلومات های خوب عاید دکتری و طب اولین درجه موجود است. بعض معلومات های طبی قرآن اینهایند: حامله داری و بفرزندی، سوره هود آیت 72، سوره مریم آیت 9، سوره نور آیت های 31 و 60، سوره طلاق آیت 4، گیگینه حیزبینی، سوره بقره آیت 222، شیردهی کودکان، سوره بقره آیت 233، سوره قصص آیت 12، اناتومیا، سوره اعراف آیت 69، سوره فاطر آیت 1، فیزیولوژیا، سوره نحل آیت 66. در علاهیدگی قرآن می فرماید دفن کردن انسان‌های مرده برای پیشگیری کردن کسلی‌های گذرنده می باشد. سوره عبسه آیت 21، سوره مائده آیت 31. طب اسلامی به سالمی انسان و سالمی جامعه می کوشد. سالمی انسان از جهت سالمی جسمانی و روحی وابسته است. نقطه نظر اساسی به تأثیر کردن خطرهای ضد سلامتی انسان به حساب می رود. بعض تحقیقاتچیان مقرر کردند که در قرآن کریم زیاده از 40 آیت موجود است که به علم طب رابطه دارد. عابد چنین میگوید: دو گروه انسان‌های موجودند که به خلق خدمت خوب می نمایند: دانشمندان و دکتران. دانشمندان برای علم دین ضرورند، دکتران برای جسم.